ما حبیب الله جنگیده‌ای نام پتم عبدالغنی و نام ماتون لال بیبی و یحتن سراوان هشتون ادوانتا هذا پتون یحتن خواهش منتظر تأذد کلاس نو دولة انجا وان يردتين وهمتي ونام وتي هسو كابزن وسفاجتون وقتش تولد کننده بوده سوالا؟ يسيسي شهر سراوان توترو بين السراوان تبخشن. سلام و درود خدمت تمامی بینندگان محترم. ما در کانال شوهاز قصد داریم به معرفی شاعران و نویسندگان مطرح بلوچستان بپردازیم. وانگیج والله پاکی نامه درود و درهباد خدمت استاد حبیب الله جنگیده‌ای. خدمت شما سلام عرض کنیم آجا. سلام. استاد شما یک کمی درباره وقتش بر ما خبر کنید که در چه سالی به دنیا هستی تو؟ و در چه سال قرار است دنیا برای؟ نه دیگه چیزی که در سودای ما حبیب الله جنگیده‌ای نام پتم عبدالغنی و نام ماتون لال بیبی و ما استایفه جنگیده‌ای البته تمام توائف به هم نزدیکیم و هم تعمیر شهر ازماد بودن و پتون درجدار جاندارمری بوده. اون 5 ساله بوده ما رفتن زابل. اولی که بارش ما مدرسه رفتن اون زابل رفتن کلاس اول و 2 زابل بوده. سالها 37 38 و در یحتین میرجاوا 6-7 سال میرجاوا بوده تا کلاس 6 ما پیدا وانده سید بشه و در اون دبیرستان نبوده یحتین سراوان 7-8 ادوانده و در پتون یحتین خواهش منتظر تأذد کلاس 9 10 و 11 واج بوده و در واج سال آخر دبیرستان رشته تجربی یحتین سال 49-50 سراوان ایدون دیپلم گرفته و در رفتن 1350 پادگان مشهد پادانش بودیم رفتن 2 سال خدمت کرده طیبات تربت جام لب مرد 1950 یحتین معلم بودن رفتن کلگان 1 سال جای بودن پس یحتین سراوان بزن لیسانس گرفته دبیر جغرافی بودن تاریخ جغرافی چون دبیر نمیتونی همه کاری بودن حتی زیست شناسی منظر غیر ریاضی و شیمی و فیزیک آدیان هر چیزی که کوانتیمی ما دردن و سال 52 که استخدام بودن سال 1381 آنشاد بودن و همه که هستن و هنچه کمکن گلاشین حضور براه مروچی حتی که خدمت استاد حبیب الله جنگیده‌ای درباره شهرستان سراوان برما توضیح بدن. سراوان اولا که نوکین نامی بعد از 1307 رضا یا آبان 1307 یا ملکنگیر نام پدیناد به نام سراوان کل منطقه یعنی بنپشت و سوران این مناطق اصل این جاگه که ماشون نیستیم که اصلی نام شستون بوده و در طیباز جان شهستان و تا قدیمی نام سرستون بوده. سرستون یک دهات بوده تمام دهات حداقل یک کلای بوده و تعداد چند خانوار هر قومی ممکنه 10 خانوار هم 5 خانوار هم بیشتر نمیده چون یک کهنکلا این کهنکلا کنگه هستو توموتول بوده و شما تمام طایفهانی که سراوان بودن قطعاً محنگه مشخصی از چند خانوار هر طایفه چند خانوار بیشتر بود توسندهی جنگیدهی ارباب دیگه درزادن ادیارن اما که حاکم بودم چند خانوار بیشتر نمیده مجموعی بوده چون یک کهنی ها تقریبا ازدن تا یار خوشک یکم سراته ندن 6-7 کیلومتر دیگه بود و یک سیستم آبیاری بوده یک مجموعی بوده هر یک کلا بوده کهن بوده روابط اجتماعی خاص بوده برعکس
انگا وان گردته کوهیمته و نام وتی هستو یک ابزار قدیمی سرستون سرستون سه و ر و الف و سین و ت و واو و نون یعنی چی استاد؟ این جگهی که بعد حول وارد اراده برخواه مردم دو چیو یک بیتی شان بدن باید اول برود منطقه شهر جغرافیایی کوه ها دشتی ها چه اتفاقی بکفته چون میتونه پیشنهاد که مردم چه اعتقادی بیشتر با چندین زبان بلده برایشی که نام یک آبادی درگیجه باید جغرافی دام ببه تاریخ دام ببه زبان شناس هم ببه یعنی باید تو زبان سانسکریت که ما تو زبان ایرانیان هندیان باید دانه وگرنه یک چیز سرسری ازت دریاره بشه باید هم کهنان شستون دزر خوشک دیگه کردان شدن تمام به موازات کوه سیاهان برعکس پیسر که کهنان کوه سیاهان به طرف آبادی هم میتن این برعکس میتن این به موازات هستن هر کانی با فاصله کونکانی مادرچای ازادگی جدای میشه استاد درباره آثار باستانی سراما یکم فرما کنید. حاجی آثار باستانی هر یک انسان زندگی کرده آثار باستانی حالا یک جگهی که خیلی قدرتمند بوده مثلا تخت جمشید جوان کرده یک جگهی که در حد یک روستایی هر جا آب و خاک آسان دسترس مردم بوده و اولیتین نطفیان یک جانشین بوده آثار هنگه هستیم اول حاشیه کور سیمیش یک برود رسید به کوهر همه سر کوهان کوکلا حتی الاخر اول کنار همه کوران اضافه استفاده کرده کشاورزی کرده و داشت کهن بود و دوترین آثار تاریخی که هست همه تپه تاریخی و کپلینکانی کرده هستیم هر کپلینک که کرده تربوک مسجد زمانی و چه مردمان بود و بالاتر رسی از گوشت تا کوهک این در پاک پوری از نگاره سید و سه دوره بنی آدم زندگی کرده یک اصل شکار یک دوره شبانی و چوپانی یک هم یک جانشینی کشاورزی این نگاران که کوهان سیاهانی شدن از اصل شکاری حداقل کمترین شد 10,000 سال این 10,000 سال پیشتر کشاورزی نبوده تمام سیاد بوده و بعد کم کم از کوهان یحتین تو داشتن شوانگیش کرده بعد یحتین تو گرد کوران دهگانی استاد نقش نگارانی که در نگاران هستیم چه انسی دوره این؟ شان هنچینی دیگه اصل بین اصل شکار این تمام سیاد شکارچی دهگانی دامداری بلد نمیده یک رسته حیوانانی اهلی کرده و پدا دیگه همین شوانگی و دامداری میده پدا یک کشاورزی استاد درباره سفال کلپرکام یکم فرما کنید. حاجی او سفال هر جا بوده هم تشخصون بوده هر آبادی و سفال بوده وقتش تولید کننده بوده این سفالا؟ یه سرسی که شهر سراوان توفتر بود بین سراوان تا بخشن چندین کوه همچنین سفال بازی؟ کپلینگ هسته و هنگه بوندنگ هسته اینچونی میتونه که تنکه فقط کلپرکان دیگه ماندگار بوده از اگه بین رفته و کلپرکانی هنگه داشته و یک جای پیان نفس تمام بگه هنگه پا دست بدون چرخه کوسه گیری کوسه جوان کنی سفال جوان کنی رشیم یکی از چیانیو یکی از معرفیتیانیو که مردان دنیا جایی هست از اروپا و حتی از شبه جزیره اسکاندیناوی و از نروژ یحتی هم استاد اولین اقوام که در سراما زندگی کرده چونی میتونید؟ چه فامیلانی بودن؟ حاجی اولی اقوام مگه خدا بدن حداقل 10,000 سال که مردم طول تاریخ جابجا بودن مریضیان بودن دوکال بودن حملیان بودن
شنکرتی نمیتونی زود دفاع بکنی درست. و از بین رفته جایشان دیگران جاگهش یحته گرفته و همچی دست به دست شده تا از این ملک مشکل رفته الان هم پسرمان هر کسی دوستانی به سرمانی ندان یکم افغانی یکم از هندوستان یحته یکم از عربستان یحته این مردم بود که این بلا همیسترشان یحته بود و جا بوده الان همه مردمان ملک ما تا بمبئی هستیم تا رانگون هستیم تا عربستان هستیم تا امارات هستیم تا پاکستان کراچی حداقل نمیگم که کراچی همه مردمان همه ملکان یعنی چون نبوده یک علم ها به نام ژنتیک وسیله ژن اقوام درگه دانه که مردمان چرا که چیز کنه من چکلا اروپاییان چرا که اصل اروپاییان تا آفریقای اما بوشمانانه هیچ شباهتی به آفریقایی نه ولی اصل زمانه بشه یعنی تو نتون دقیقا بگو که ای قوم چند هزار سال کردن نه هنچی جابجا بودن مردم جابجا بودن رفتن هنچی جابجا بودن گسستگی تاریخی جوان بودن یعنی هم مردم که یحته ندن سیاه پیسید نه کی بودن و حتی آثارش مثلا بوده می دمان که شب درست گوشت دامنه کوری رندی که ندن تشتین گفته که مردم روکال گفته و توش دم داده بشه یک کلمه دبه زمان دمانو یعنی یک نژاد خاصه این نبوده که تورانی دو بود نه جاوجا بودن درسته. استاد فرهنگ و لباس مردم بلوچ فرهنگ مردم بلوچه هم همه پوچ چیزبر کرده کار کردن یعنی همه پوچ بیده در قدیم نه ها؟ نه ساری پوچ ها همه پوچه که اکسانه مثلا 100 سال پیشتر 70 سال پیشتر تو بگینه اصلا تو باور نکنی چی بلوچو مثلا پاگی بسته امامه بسته شادی بر سیدی بسته کار چیز مانجتا او هر بلوچی را چه شهری چه کوهی یک کار چه تسرین مانجتا انچو که چیان انچو که یمنیان جنبیای آنی میگن جنبیای و پیدا کم کم دیگه که رویا بود مردم تو دیگه فرهنگ ای پوچن ماشن ولنشان پنجابی بلوچی نه یعنی اصل بلوچی نه بلوچی نشن کانش گوها پٹانی پنجابی آوانچی درازی پیرامتے یعنی زی کوپا گوازه بودن آسینجان تو ہوتے یہ شکلی این پوچان جنینان مردان تاروان شبیل احمد حالا دیگه این مدل پوچ که جاب جایبو از همان گروه ذکر ماشانا نوکی اومد لباس جنینی این سوزندوزی چی چون که این لباس جنینی هم هنچی پراهین پیران بودن پراهین آسین بودن مثلا این سوزندوزی گشتر بدلمو البته که گشتر برگرده به هند حتی بعض نقشانی که نوچیز مثلا بکال هندی اگه بلوچن لغت هندی ها؟ تقریبا پیشترش شاید نمیده حتی زیورالات آرایش مردانه ده بیشتر به شبه قاره هند بیشتر احساس بود که سامان گرده ماشون که کمونه بوده که ممکن بوده یک فرهنگ قوی رو درست ماشون بوده ماشون بعد که باقیان گشته بوده نو مردم تو این شکل که ماشون اگه نو داره درسته وجه در قدیم در گار و هندو هم بوده حاجی در سرمان سر اسلام در داشته بوده بعد از که اسلام یاتا کم کم بعد از که اسلام یاتا کم کم زردشتی ذره به ذره جاوت داتا به اسلام و مردمان دیگه از زرتشتیگری جدا بودن هر چی که توی سر اسلام بوده آنش گفته چیکورانه البته گور یعنی زردشتی گور مشمع بین آن مشمع هندوانه بین تا زرتوش هندی تا سکان زبان پنجابی استاد بین گورو شاگرد بین سیک بلوچان بین گورو په گروه کټ کړه در ور مسره کې نه ایشان زودانه این پدا که
مردمان اساس تاریخی بوده هر چی که زردشتیان بود چه گورانه هر چی که غیر مسلمان بود گور زن چی بوده دیگه پسر هم بوده و به این شکل وگرنه ها پسر بوده تو پسر بوده بعدا که بعدها هندو هم برای تجارت یحتین سودایش کرده تا درزای تجار از معاشقه کانی گفته گور در صورت که گورو چه زرتشتیان کوی مهرگان آمد دور برگرده؟ کوی مهرگان برگرده به ریشه اسلام مهرگان یک جشن زرتشتیان که معروف و هنگتی هم گرد و این نام رضا مهرگان یک مهرگان ده یک مهرگان کوی تجار کا موقع کتتان کامش و نگاره می باز کاشته سری خراب بودن خورد بودن و استاد درباره مهرگان کم بیشتر توضیح بده. حاجی یکی از مراسم زرتشتیان بوده. زرتشتیان تعداد روزایی که جشن گرفته بیشتر بوده اصلا ماتمش نبوده سوگواری تا دین آین نبوده از عدد نبوده؟ خیلی کم درسته بوده هم پرسه بیشتر هر روزی که ماه و آرو نام یک بوده جشن گرفته این مهرگان هم شان مربوط به محصولاتش هم زندگی کشاورز بوده و روزای کشاورزی مثلا ورداشت کرده یا کشته جشن گرفته چند زمان منده استاد بلوچستان نظر حکومتی مستقل بوده یا زیر نظر یک کشور حکومت دیر بوده؟ حاجی تاریخ بستر جغرافیا چه اصفهان مرکزی هم بوده و چه تبریز بوده و چه ری بوده و چه سمرقند بوده و چه ادنه بوده وقتی تورید از نزدیکینشان این کلی توان نبوده یک زندگی ساده ابتدایی با تعداد کم میمد هر یک محیط فقیر و قدرتمندین دولت جوان نبود ایشان همیشه هر وقت حکومت مرکزی چون دور بوده حکومت مرکزی ضعیف بوده ایشان آزادتر بوده هر حکومت مرکزی قویتر بوده شان گرفته داشته دیگه بشید وگرنه بوده مارت اکلیل بیستون مکران شاه این شاه مکران چند نوع گردنانی بسته این اگه دوسته اکسیده بشید دمی آقای داریوش یک شیرپا دیو شاید قبل تازگی هم گوید که اشکانیان بلوز بوده راسی؟ حاجی اشکانیان بلوز نبوده آریایی بوده بلوچان هم اگر صحتی بود هم آریایی بوده یکی بوده اپر شرق ایران نزدیکی دریای خزر تا آخر حکومت دستیاری نفرید ازم اشکانیان بشن با هم در ارتباط حتی کلمه بالاج که هنگا جایه بلوش عربان به چینی ولی بالاج این قهرمان این جده بشید استاد مسجد دزک به چه دوره برگرده؟ مسجد دزک اگر نزدیک ببچاره یا پدا پیسر مطالعه هم میکنه مسجد دزک اوائل دور اسلام و مسجد دزک هم ساختمان سازی سبک ساسانی ها و هم اسلامی دو دوره ها یعنی اوائل اسلام ها ولی 1200 سال و 1100 سال و 1300 سال خدا بخیر باید چشن هنچوک مسجد تاریخانه سمنان تاری به ترکی یعنی خدا مسجد خدا هنچوک همه ستونان گردی داغان زاویه دار بشه استاد یک نصیحتی بینندگان معرفی کنیم نصیحت ایشیو که زندگی محدوده اگر شان که قرآن وانه یعنی الله تعالی زندگی ماشما را به یک بهار تشبیه تو زندگی شما همچو
یک آوری کنه به آسمان ندن و بهاران سبز بین. این بهاران از نظر زیستشناسی شنگه فرصت طلب، یعنی این بهار دان اون ظرف 2 ماه 3 ماه باید در بیاین، باید تاکبر کنن، گل بدن، بذر بدن، پس خشک خلاص بود. یعنی یک بهاری تا آخر سال نمانه 2 ماه 3 ماه گشته. یعنی زندگیشون هم که محدود و زودگذر و باید شما فرصت طلب ببینید. اگه فرصت طلب ببینید از این فرصت هم باید استفاده کنید، وگرنه یک پیدا که تمام بود دیگه برگشتی هم نیست. و اول توحید و محکم ببین، دوم نبوت و پیغمبر ایمان و سوم عاد و ماشما یک قیامت دیمه و فضا هم همیشه اعمال ماشما نوشتن به ولقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید اذ یتلقیان المتلقین عن اليمين وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. خدای مشمار جان کرده وسوسه دل شما دانه و از این رگ گرده شما نزدیکترن و پس من 2 مأمور هست همیشه برای شما نیستیم و پس روز قیامت مهر جنده کنه و تمام اعضای معشومه خبر کنه. یعنی معشومه ویل نہیں، معشومه چون نہیں که معشومه پوساد هم نہیں، پوساد نہیں چه موقع روزی رسوله کو مهار شکو هیچ جگه مرد معشومه مهار نبسته سر کانتانی ویل کرده، آزاد کرده. آزادی هم بهای باز سنگین قول الحق من ربکم و من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. آزاد هسته هر چی کنه بکن آنچه که یه بله بودت گلنگانی راز بودن یه راه برگشتی هم نیست. خیلی گبه هر کسی هوشیار باید معشومه هوشیارانه زندگی کنی، باید همیشه پادت پسار ندی وگرنه زود معشومه لغزین زود لگوشین و یک دوم پس جوانه نبینیم. تشکر کنیم استاد حبیبالله ینگزایی که در مصاحبه با ما همکاری کنید. خیلی ممنون.